اگه الگوی این دامن ساتنایی که الان خیلی ترند شده رو میخوای، بیا تا بهت یاد بدم بتونی الگوشو طراحی بکنی و بدوزی. خب این الگوی جلو و پشت دامنمونه که پنسایی که هاشور خورده و دور ریز کن. شروع چین این دامنا حدوداً 5 تا 6 سانتی متر بالاتر از خط زانوه. به مقدار دلخواه از پهلو بیرون میریم و به خط زانو صفر میکنیم. هر سوالی که از من داری و میتونی توی کامنت ها از من بپرسی. میزان گشادی و چینی که میخوایم کاملا به دلخواه خودمونه. خطای شکستمون رو برش میدیم و من حدوداً بین اینا 3 تا 4 سانتی متر عوضمان دادم. بعد از دادن عوضمان و آرایش پایین دامن حتما پنسه کمر رو ببندین. اگر نبستین هم حتما دوختش بکنین که کمر کاملا فیکس تنتون باشه. اینم از طراحی دامن ساتن ما. چطور دوستش داشتین؟ امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مرسی ازتون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین.